داستان شیرین و فرهاد. در زمانهای قدیم در ایران پادشاهی به نام خسرو پرویز حکومت می‌کرد که دختری بسیار زیبا و نازنین به نام شیرین داشت. شیرین مثل ماه می درخشید و همه عاشق زیبایی و مهربانیش بودند. و اما فرهاد، جوانی هنرمند، ساده دل و کوهکن بود. او عاشق شیرین شد. اما عشقش نه به خاطر زیبایی ظاهری بلکه برای دل مهربان و روح پاک او بود. فرهاد همیشه به یاد شیرین بود و تصویر او در قلبش حک شده بود. شیرین هم کم کم به فرهاد علاقه‌مند شد. اما پدر شیرین، شاه خسرو، نمیخواست دخترش را به آسانی به کسی بدهد. برای همین به فرهاد چالشی سخت داد. اگر بتوانی کوهی را با دستان خود تراش دهی و مسطح کنی، شیرین را به تو میدهم. فرهاد که عشقش پاک و واقعی بود، بدون هیچ تردیدی شروع به کندن و تراشیدن کوه کرد. روز و شب با سنگ و تیشه کار می کرد و هر روز بیشتر و بیشتر به هدفش نزدیک می شد. او برای شیرین کوهی را صاف می کرد، نمادی از تلاش بیوقفه و عشق بی پایان. اما در این بین دشمنان فرهاد نقشه کشیدند تا این عشق را به شکست بکشانند. شاه خسرو به دروغ خبری از مرگ شیرین به فرهاد رساند تا امیدش را بگیرد. وقتی فرهاد این خبر تلخ را شنید، از درد و غم شکست عشقی بیتاب شد. دیگر توان ادامه دادن نداشت. دچار ناامیدی عمیق شد و سرانجام جانش را از دست داد. شیرین وقتی از این ماجرا با خبر شد، دلش شکست و نیز از دنیا رفت. این گونه داستان شیرین و فرهاد قصه ای شد از عشق، فداکاری، غم و جدایی که تا ابد در دل مردم جاودان ماند.